رفقا دوباره اومدم با یک فیلم خیلی آبدار و دیدنی که این عزیز دل درهای ورودی و خروجی و کاری باهاش میکنن که تا یه هفته فقط از پایین نفس میکشه. عشقای من سلام. سلام زهر ما. این درازلی اسمش رویه که این داف حق به اسم وینیو بلند کرده و شده دوست دخترش. ناناستلا یک میمی های بلورینی داره دیدنی که حالا جلوتر نشونتون میدم. با هم دیگه اومدن روستای محل تولد پسره. داداشمون میگه من اینجا تو روستامون توی خونه پدریم یه تمساح دارم که داره میخونه برای آزمون دکترا، میای بریم نشونت بدم؟ دخترم میگه ای جون من میمیرم برای تمساحای تحصیل کرده. یه کمی خنگه ولی خب دوستش دارم چون کلوچه ردیفی داره. این زنه هم عمه پسر است به اسم لورا که میاد برای استقبالشون. سر نهار عمه لورا میگه عمه جان چه بزرگ شدی، آفرین چه دوست دختری، حالا افتتاحش کردی یا نه؟ اینم میگه نه عمه جان هنوز قسمت نشده. عمه هم میگه زودتر غذاتون رو بخورید سری برید طبقه بالا که براتون یه اتاق آماده کردم، برید همونجا مراسم پرفیض شب جمعه رو برگزار کنید، وازلینم براتون گذاشتم. خانومی میگه من نمیدونستم وازلینم لازمه چون روی میخواد تمساحشو که داره برای دکترا میخونه نشونم بده. گفتم که یه کمی خنگه ولی خب صورتیه دیگه اب نداره. بعد نهار پسر مستقیم میبردش طبقه بالا و درجا افتتاحش میکنه، میگه میخوام پرقدرت شروع کنم. فردا این جیگر طلا که در نقاط خاصی صورتی روشنه هواخور رو دیگه به باد داده و اومده توی باغ تا یه باد و بودی به اونجاش بخوره که یه صدایی میشنوه. میره بیرون و میبینه که این دختره افتاده زمین و دستش خراش برداشته، میاردش داخل تا مداواش کنه. از اون طرف عمه لورا دوست پسرشو دعوت کرده خونه. این دست خر و همونجا جلوی این برادرزاده شروع میکنن به صورت سرپایی یه فیض زارتان زورتانی میبرن و اینو به راسترین نقطه چپشون دایورت کردن. نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد. روی میگه عمه جان این یارو خوب شما رو مینماید، کم نمیذاره که یه وقت حسرت سالار به دلت نمونه. که عمه میگه نه خیالت راحت، کارش خوب بلده، اصلا حرمتا از بین رفته، ما با عممون فقط مسجد میرفتیم، این کم مونده که عمه رو هم افتتاح کنه. وینی که این دختره رو آورده خونه با هم دیگه حرف میزنن و بعدم مداواش میکنه. دختره میگه اسم من آناه، اینم میگه حالا هر خری که هستی به من چه. اومدن بیرون با هم دیگه قدم میزنن که میرسن به ساحل و دیگه حسابی آبشاری میشن، جامه میدرن و میزنن به آب تا یه صفایی به اون درهای بهشتشون بدن. بعد از شنا آنا میگه که من تازه با یه پسر دوست شدم که اسمش تونیه ولی ابول کوچیکی داره، اصلا راستکار من نیست، دنبال یه بزرگترش میگردم. تو چطور؟ اینم میگه آبجی جان من تازه همین دیروز افتتاح شدم، رفته بودم یه تمساح ببینم ولی به جاش یه مار 1 متری نشونم دادن. روی میاد و دوست دخترش وینیو با این دختر جدیده آنا میبینه و قیافشو شبیه خیارشور ته دبه کرده. آنا میگه از آشناییتون خوشبختم درازلی، که این میگه درازلی پدرته، من روی هستم. و یه جوری هم دیگه رو نگاه میکنن که معلومه دارن یه چیزی رو پنهان میکنن. میگه من از این دختره اصلا خوشم نمیاد، دیگه باهاش نگرد. فرداش اینا آماده شدن میگن عمه جان ما دیگه میخوایم از اینجا بریم، که عمه میگه نمیشه برید چون من دارم میرم پیش زیدم یه صفایی به کلوچه مبارکم بدم، پس شما به جای من برید باغ که وقت برداشت محصولاتمونه. توی باغ آنا هم با دوست پسرش اومده، اما این پسر روی و این آنا همینجوری قفلی زدن و همدیگه رو نگاه میکنن، یه جوری که همدیگه رو قبلا میشناسن، یعنی همدیگه رو از قبل. بابا منظورم اینه که قبلا ترتیب اینو داده، هی من میخوام مؤدب باشم نمیشه، یعنی هم اینو هم اونو. این ابوالطلا رفته یه گوشه و یه دفعه یاد 20 سال پیش میفته وقتی که هنوز خیلی کوچیک بود و با این می اومدن اینجاها و دکتر بازی میکردن و بعدش هم بله دیگه. یعنی دختر شما رو بله. روی هم که دیگه ترمز دستیش اومده بالا و طاقت نداره، میره دست وینی و میگیره و میبردش وسط بوته های انگور و همونجا خلیفه رو به بغداد وارد میکنه، هم از اتوبان رشت هم از جاده قزوین، یعنی دیگه عزیز دل دوگانه سوز شده.
فرداش عمه جان که دیشب حسابی صفا کرده و بعد جوری هم جا باز کرده میاد تو اتاق اینا که اینا رو بیدارشون کنه. عمه جان یه در بزن، خب دیگه انقدرم با اینا صمیمی نباش. میبینه که کلی عکسای خفن روی میزه. برادرزادش روی همین اناقا یه عکاسه و کلی عکسای خوب گرفته. این یارو همون دوست عمه جانه که به عمه خانم فیض میرسونه. پسرا رو صدا کرده آورده گالریش، میگه ای عمه تو کارت خیلی خوبه، بیا برات یه نمایشگاه عکاسی بزنم حسابی پیشرفت میکنی. داری میری به عمه خانم هم سلام به من و هم سلام ویژه سالارم هم برسون. برو باشکونی رو ریدم دست رو پدره رو ریم در رو مادره. اینم که بعد جوری تو ما تحتش عروسی شده خوشحال میره به دوست دخترش خبر رو میده. بعدم میگه شیرینی این گالری جدیدی که میخوام بزنم اینه که میخوام همین الان هم از درز و هم از ارز یه سلام احوال پرسی با کلوچه داشته باشم. داداش این تفلی پلمپ کارخونه بود، جوری افتتاحش کردی که قار شده، یعنی صدا توش میپیچه، یعنی جلوی کلوچهش بگی سلام صدات اکو میشه. هستیم را به آتش کشیدی، سوختم من ندیدی. فرداش اینا چارتایی رفتن توی جنگل. وینی میگه آبجی جان این یارو روی قزوینیه، یعنی جان تو از اتوبانای عقب رفت آمد زیادی داریم، دیگه طاقت ندارم. نمیتونم. خب پسرا هم دارن با همدیگه درد و دل میکنن که تونی میگه داداش جان این زید ما بدجوری قار شده، اساسی جا باز کرده، نمیدونم کدوم بی پدری قبلا با این شالاب شلوب میکرده که اینجوری تونل شده. دوست پسر قبلیشو خدا لعنت کنه. اما بلا نسبت. این دوتا به پسرا میگن که ما میخوایم با هم دیگه بریم. اینا هم میپرسن دم غروبی کجا میخواین برین؟ که میگه زیر گل. به تو چه؟ برای خودشون خجسته و سرخوش دارن تو جنگل میگردن که یه دفعه این گلندام گم میشه. آنا برمیگرده میگه بدبخت شدیم، کلوچه توپولیو گم کردم. روی هم ابول به دست میره انقدر توی جنگل میگرده تا بالاخره پیداش میکنه، میبردش خونه و میگه کلوچه واویلا من عاشق تو شدم. بعدم هم حلقه رو و هم سالا رو با هم دیگه در میاره که زنم میشی و طبق معمول برنامه به زارتان زورتانه. واقعا یکی از سخت‌ترین کارا رو همین سالار روی داره، یعنی سالار خسته است. عجب گرفتاری شدیم. داداش چیکار میکنی شما؟ خیلی دردناک شده وضعیت. اما آنا حسابی ناراحته که ای بابا قدیما می اومدیم اینجا با همدیگه دکتر بازی، حالا رفته سراغ یکی دیگه. آبجی جان منم مثل تو ناراحتم، تو ناراحتی که سالار گیرت نیومده، منم ناراحتم که چرا اینا لایک نمیکنن. اینا همگی با همدیگه میرن به یه پارتی. وینی و آنا میرن برای تم پارتی از این لباسای پرنسسی میپوشن و بعدم میان وسط و حسابی قرش میدن. بیا منو عشق توی قلبم، تو رو که میبینم قلبم میزنه. وسط موزیک آنا که دیگه بدجوری حسودی شده میره انقدر به وینی نوشیدنی میده بخوره که دیگه روی پاش بند نیست. بعدم وینی رو میندازه یه گوشه و میره سراغ روی که بیا به یاد قدیما بریم با هم دیگه خاله بازی، دکتر بازی بکن. میگه این وینی رو ولش کن بابا، گشاد و دوله شده. اما روی میگه نه من بهش وفادارم. داداش ژاپن خاکت کنن سامورایی. دست چشم درد نکنه. فردا تونی میاد و به روی میگه دیشب با زیدم آنا دوام شد، اون منو نمیخواد تو رو میخواد. میگه برای روی مثل گرز رستم میمونه، پس تو بودی که قبلا دروازه اینو این سایزی کردی، خدا ازت نگذره. آنا هم که دیگه طاقت نداره وینیو میکشونه یه گوشه و میگه قدیما من و روی هر روز صبح از جاده رشت میرفتیم و شبا هم از جاده قزوین برمیگشتیم. رویو ول کن، برو برای خودت یه دستخر دیگه پیدا کن. اینم زارزنان میاد خونه و شروع میکنه وسایلشو جمع کردن. به روی میگه همه چی رو فهمیدم، تا حالا جای صفر نشاشیدی نه؟ برو با همون آنا جونت. هرچی این درازلی میگه به جان تو، به جان موزم، اصلا به جان جفت نازنین تخمام. اون ماجرای من و آنا برای 15 سال پیش بود، اصلا اون موقع من خودم چاغال بودم، الان باور کن فقط تو رو میخوام. اما استاد خودشونو چس میکنن و میرن. عمه میاد پیش روی میگه امشب آقایی داره میاد، میخوایم بریم برنامه، وازلین تموم کردیم، داری یه ذره به ما بدی کار عمه رو راه بندازی. عمه جان ای به فدای اون حجب و حیا و صداقتت. اینم میگه عمه کلوچه من رفته، من موندم و رفیق بیکلک گلنار. درد و نفرین بر سفر با
این ان خانوم آنا هم ولکن من و سالارم نیست. عمه میگه آنا با من، خودم ردیفش میکنم، تو برو دنبال اون دختر وینی. عمه جان میره سراغ آنا، بهش میگه من خودم یه سالار 25 سانتی آکبند برات سراغ دارم، به اون معرفیت میکنم، دست از سر موز این یارو روی بردار. دلاور مرد اومده سراغ وینی، ولی هر کاری میکنه خانومی قبول نمیکنه. میگه بیا ببرمت یه جا، اگه خوشت نیومد بعدش هر گوهی خواستی بخور، اصلا ولم کن برو. سوار موتور میشن و یه آهنگ همسفر گوگوشو پلی میکنن و میرن به سمت گالری عکس. توی گالری وینی میبینه که سوژه همه عکسای گالری فقط خودشه و همونو وسط گالری، یعنی واقعا همون وسط گالری همه چیو میکنن و مشغول میشن، یعنی دست به مهره بازیه. عشقای من با لایک ازم حمایت کنید.